موتورسیکلت‌های سری هوندا CG به یک تصویر آشنا در جاده‌های ایران تبدیل شدند. این موتورها به خاطر قابل اعتماد بودند، سادگی و قیمت مناسبشان نسل‌ها خدمت کردند. CG 75 CG 750 و CG 200 محبوب ترین مدل‌های این سری هستند. هر کدام از این مدل‌ها ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فرد خود را دارند و نیازها و بودجه‌های مختلف را پوشش می‌دهند. این موتورسیکلت‌ها اغلب وسیله نقلیه انتخابی برای رفت و آمدهای روزانه هستند. مصرف سوخت کم آنها یک مزیت بزرگ در کشوری است که هزینه سوخت می‌تواند یک دغدغه باشد. به علاوه، مکانیک ساده سری CG تعمیر و نگهداری را نسبتاً آسان و ارزان می‌کند. در این ویدیو به بررسی و مقایسه CG 750، CG 75 و CG 200 می‌پردازیم. مهمترین تفاوت بین این مدل‌ها در مشخصات موتور آنهاست. همانطور که از نامشان پیداست، CG 750 دارای یک موتور 125 cc، CG 750 یک موتور 150 cc و CG 200 یک موتور 200 cc است. این تفاوت در حجم موتور مستقیما به تفاوت در قدرت و سرعت منجر می شود. CG 725 با موتور کوچکتر قدرت کافی برای رانندگی در شهر و مسافت‌های کوتاه را ارائه می‌دهد. CG 750 با موتور کمی بزرگتر افزایش قدرت را فراهم می‌کند و آن را برای حمل بارهای سنگین‌تر یا حرکت در زمین‌های شیبدار مناسب می‌سازد. برای کسانی که به دنبال قدرتمندترین گزینه هستند، CG 200 بالاترین سرعت و شتاب را در بین این سه مدل ارائه می‌دهد. این امر آن را برای سفرهای طولانی‌تر و رانندگی در بزرگراه مناسب می‌کند. انتخاب بین این مدل‌ها اغلب به نیازهای فردی و نحوه استفاده بستگی دارد. مصرف سوخت یک عامل حیاتی برای بسیاری از دارندگان موتورسیکلت در ایران است. در این زمینه CG 725 به عنوان اقتصادی ترین گزینه ظاهر می شود. حجم موتور کوچکتر آن به معنای مصرف سوخت کمتر است که آن را برای رفت و آمدهای روزانه و موتور سواران صرف جو ایدئال می کند. CG 750 با موتور کمی بزرگتر کمی بیشتر سوخت مصرف می کند، در حالی که CG 200 با بزرگترین موتور بالاترین مصرف سوخت را در بین این سه دارد. از نظر قیمت CG 750 مقرون به صرفه ترین گزینه است. CG 750 در میانه قرار دارد و تعادلی بین عملکرد و قیمت مناسب ارائه می‌دهد. CG 200 که قدرتمندترین است با بالاترین قیمت نیز عرضه می‌شود. در ایران هوندا CG 725 به دلیل قیمت مناسب، مصرف سوخت کم و سهولت نگهداری از محبوبیت زیادی برخوردار است. این موتورسیکلت همچنان انتخاب برتر دانشجویان، مسافران روزانه و کسانی است که به دنبال یک وسیله نقلیه قابل اعتماد و اقتصادی هستند. CG 750 به بخش کمی متفاوت تری پاسخ می‌دهد و قدرت و تطبیق پذیری بیشتری را برای کسانی که به آن نیاز دارند ارائه می‌دهد. CG 200 اگرچه کمتر از دو مدل دیگر رایج است، مورد توجه موتورسوارانی است که قدرت و عملکرد را در اولویت قرار می‌دهند. در نهایت بهترین مدل CG برای یک فرد خاص به نیازهای فردی، بودجه و نحوه استفاده او بستگی دارد. برای رفت و آمد روزانه و صرف جوی در هزینه، CG 725 یک انتخاب عملی است. برای قدرت و تطبیق پذیری بیشتر، CG 750 مناسب است. و برای کسانی که به دنبال هیجان عملکرد بالاتر هستند، CG 200 گزینه مناسبی است.